سلام، خوش اومدیم به یه ویدیوی دیگه از چنل پاسخ چیست و چراها. در این ویدیو به این سوال اساسی میخوایم جواب بدیم که علت سکوت خداوند در برابر ظلم و ظالمان چیه؟ چرا خدا در برابر این همه جرم و جنایت در این دنیا کاری نمیکنه؟ چرا همه چی رو به دنیای دیگه موکول کرده؟ از چند طریق میتوان پاسخ داد که در ادامه همشون رو خدمتتون عرض میکنیم، پس تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. اگرچه در بسیاری از موارد ظالمان و ستمکاران در همین دنیا به سزای بخشی از اعمال خود میرسند، اما نظام هستی بر این قرار گرفته که تمام مجازات در این دنیا نباشد و اصولا نمیتوان در این دنیا تمام مجازات برخی از ظالمان رو اجرا کرد. مثلا فردی که 10 نفر رو به قتل رسونده، چه مجازاتی تو این دنیا براش مناسبه؟ الان فرض کنیم خدا هر کی که ظلم میکنه به سزای عملش میرسونه، مثلا ظالم ها رو بکشه. در این صورت آیا موجودی زنده میمونه؟ مثلا حیوان درنده ای که شکار میکنه در واقع در حق اون حیوان شکار شده ظلم کرده. اگه کشته بشه اینجوری زنجیره طبیعت مگه به هم نمیریزه؟ یا مثلا انسان هایی که ظلم میکنن کشته بشن، مگه انسانی میمونه اون موقع؟ چون همه ما ظلم میکنیم، چه بزرگ و چه کوچک. مثلا همین که در باره بقیه حرف میزنیم و تهمت میزنیم، این خودش یه نوع ظلمه. اگه سزای عمل رو تو همین دنیا خدا بهمون بده، نوعی جبر حاکم میشه و هر کسی که بدی کنه از بین میره و همه مجبورن خوب باشن. در این صورت که دیگه قدرت انتخاب و اختیار انسان از بین میره. خداوند جهان رو طوری آفریده که در روند طبیعی خودش پیش بره. خداوند به انسانها فرصت میده تا اشتباهات و ظلمهایی که میکنن رو جبران کنن و به قولی توبه کنن. برخی مردم فکر میکنند خداوند هوای ظالمان رو بیشتر داره، در حالی که خداوند با این مضمون در قرآن فرموده که به آنها فرصت میدهیم که در گناه فرو برن و بار خودشون رو سنگین تر کنند، چون دیگه اونا لیاقت هدایت شدن به سمت خداوند رو ندارن. خب فکر کنم تونستیم جواب این سوال رو به صورت خیلی خلاصه خدمتتون بگیم. اگه مفید بود ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید و با کامنتاتون به همون دلگرمی بدید. ممنونم که ویدیو رو تا اینجا دنبال کردید. تا یه چیز تا چرای دیگه، بدرود.